دوستان عزیز، سلام علیکم با تمام اخلاصمندان کانال کوهزاد و شب شما را بخیر میگوییم. بگذار که همیشه موفق و کامگار باشید. استاد سازی میگن شب عاشقان به دل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب دری صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، و کجا رود کبوتر که اسیری باز باشد. دگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد. دوستان عزیز، خواهش میکنیم اگر از جانب شما پدیدار شدیم، یعنی که صدای ما رو میشنوید، حتما پیام دهید و یا کامنتر نویسید تا که ما بدانیم. و آنهایی که به شعر سخن محبت دارند، آنهایی که میخواهند در هر بابتی، در هر موضوع شعر گوش کرده باشند، مرحمت در کامنتر نویسید. من انتظار میشم و میخواستم چند لحظه در این شام زیبا که پایتخت نازنین ما یک گوشش در این نوار من نمودار است، براتون یک چند شعر بخوانیم. اگر کسی هست خبر دهد، خواهش میکنیم. خیاکوی مدینه مرزوی و همه وقت در همه کانال های ما فعال هستن و سلامت باشید میگیم. سلامت باشید میگیم و یک شعرتون رو بخوانید. موضوعش چیست؟ موضوعش نویسید.
خب دوستان عزیز، باورم کن که تو را یاری وفادار منم. باورم کن که تو را غمبر و غمخوار منم. دوامش در کتاب است، حتما یافته میخوانم. غیر من نیست تو را یاری وفادار دیگر. باورم کن ز غمت با دل افگار منم. مثل من یاری موافق نتوانی یابی، دان که تنها بر تو یاری سزاوار منم. خبرت هست مگر ای صنم آهندیل، که به اندوه و غم عشق گرفتار منم. باورم کن که همه عمر تو را سرو بناز، به دل و جان و جگر زار و خریدار منم. خب دوستان عزیز، گمان نمیکنم که بعد جز از مدینه مرزوی و اینجا کسی نیست و ما انتظاری خواهش و درخواست شما که بینیم در این صحیفه که ما باز کرده ایم و چند سال از فعالیت دارد و چند بیش از 6000 آبونه چی دارد. هستن نفرانی که میخوان شعر گوش کنند، مرامت بنویسید. برادر عزیز، بسیار نمیدونم برادر باشی یا که اپا باشی، تقه باشی، خاله باشی، بازینگر میخوای بازی کنی، خیلی نشناسی، بهترش از مدینه مرزای پرس میگن. تشکر که کامنت را کردید بازینگر و میتوانید بازی خود را ادامه دهید. خب اگر انسانی فرهنگی و یا ادب دوست باشید میتوانید یگان شعر درخواست کنید. اگر با نام شاعری ارزنده باشم کم کم شعر می نویسم. بله، ایجادکار یافتم خواندم کو مدینه، شعر پره خواندم.
гапи бозингар. Саломат бошӣ. Бозингар по профессия катим не. Мо шоири профессионал нестем, мо хай менависем кам. Ман дар гапи бозингар гуфтам. Хуб, беҳтарин корро мекунӣ. Гап надорам. Ташаккур, бозингар. Кадом донишгоҳ хондагиен? Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар ду ихтисос хондагиам. ихтисоси геологияи маъдан ва ҳамзамон факултаи филологияи тоҷик. дар бораи падар гап нест, ҳозир мехонам. якта шеър аз устод Хайрандеш мехонам дар бораи падар. падар бахтам, падар тахтам, падар иқболу тадбирам. агар чанде падарҷон зи аҳволат хабар ман дер мегирам, вале як лаҳза бе ёди ту бошам, мемирам. ҳама дору мадори ман падар ҳаст, фуруғи рӯзгори ман падар ҳаст. ҳама бадхоҳи бахти ман агар ҳаст, чӣ ғам дорам, падар болои сар ҳаст. падар бахтам, падар тахтам, падар иқболу тадбирам. инҷо чӣ гапай? инҷа бародари азиз Муҳаммад соҳибзода ҳамин як эҷодкор мехоҳад иқа шеър хонад, шумо гӯш кунед, агар ба шарти қабули хотиратон бошад. хуб, ташаккур. Мадина Мирзоева. як рубоӣ аз худам мехонам. ҳар ҳарфи ту як таронаи ман бошад, чашми ту чароғи хонаи ман бошад. ای کاش پدر 1100 سال دیگر دست تو بر روی شانه من باشد.
دوستان عزیز، هیچ کس نیست که دیگر خیلی من اینجا می ایستم تماشاگر همین کامنتاری های در لب ترانه از سوز عشق تو من میروم بدان دل سوز عشق تو فریاد به صدا افسوس دیر شد این جان خستم از عشق سیر شد از عشق سیر شد فریاد به صدا افسوس دیر شد. دوستان عزیز، خب شاید این بار اول من افیری مستقیم میکنم و شاید ناقدر آگاهی دارند ابونچیان که ما در اینجا هستیم، ولی به هر حال از یک و یک شما سپاس گذارم. خب
سپاسگزارم و همه جا برای جو ما همه جا با اون خدمت می جونی باباش سرریز سرریز این نمیدونم سرریزی زادگاه من باشد و سرریزی بدخشان باشد. به هر حال خیلی شادم هفته که من دیده چون هفته که من دارید نرمو و در همین صحیفه یوتیوب یک گل هفتم است شما گوید که همین سرریز به چه خاطر این نام است سرریزی نکنات است و یا سرریزی بدخشان آها آفرین سگباز شما چی نام دارید؟ خب کم من نوشتگی نیستم لیکن به هر حال یک 10 تا ربوی یک 3-4 غزل نوشتگی مونه که در کتابم تنها یک ربوی جدا دیگه در آینده حتما در ستایش پدر شعرها زیاد میشه عمری کدام عمری؟ خیلی به هر حال کسی باشید زنده باشید سرریزی بابای لطفی الله با لطفی الله خیر لطفی الله میگن اصلا باید لطف الله باشد اما که خدا رحمتی من لطف الله نام داشتن خدا انجاشون بیش باشه شما با شما دید فهمیدم در کجای در ستایش سرریزم شعر داشتم نمیدونم کجا باشد ماشاءالله. خب دوستان عزیز و ارجمند خب به هر حال
میتوانم یگان شعر دیگر بخوانم و با همین خداحافظی بکنیم، زیرا که حالا شاید مردم آموخته نشدند. به هر حال یک شعر دیگر الحمدلله یک شعر دیگر در چی باعث خوانیم؟ الحمدلله. خب تشکر مدینه. یک شعر میخوانم با نام تازه عشق. تازه عشقی که رسیده است سخنور باشد، دو لبش گویی که از شهد سخن تر باشد. تا کنون هیچ گل شعری مرا قدر نکرد، عشق نو گفت که اشعار تو گوهر باشد. این سحر لیک به یک شعری ترم بنهاده، گفت هر حرف تو با گنج برابر باشد. من که در حسرت دلدار سخن سنج بودم، و خوشا آن گل دل خواسته در بر باشد. صبح من می شود آغاز به یادش، اکنون شب من با رخ زیباش منور باشد. گفتمش حلقه زردار خرم بر گوشت، گفت حرف غزلت حلقه دلبر باشد. گفتمش تا به قیامت بر من میمانی، گفت در عشق اگر حکمتی باور باشد. به حسابند در این دهر پری طلعت ها، لیک با پرتو رویش کسی دیگر باشد. مان که کهزاد شود شاه دلش تا مردن، یا بمان پیش درش همچو قلندر باشد. دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که چند لحظه طول نیم ساعت با من بدید و اگر پسند خاطرتان است، ما هر شب و یا هر لحظه که امکان دست داد میتوانم در اینجا پیوندم و برای شما چند شعر گویم. سربلندی کامیابی نصیبتان باشد. دوستان عزیز و ارجمندم، با احترام کوهزاد. تشکر. با همین سخن زیبای شما مدینه بانو افیر مستقیم رو به پایان میرسونیم و شما میتونید که همین چیزا تبلیغ کنید و دیگران آگاهی پیدا کنند و هر شب در یک ساعت معین همراهشان باشیم. کامیاب باشید.